یک دختر در پوانتون پیش ما آمد. من گفت استاد یک سوال دارم. اصلا بیرون برآمدیم، در بیرون محصلین کل استاد هستن. ما گفتم مالی چیست؟ گفتم بگو دختر جان سوال دارم. گفت استاد سوال ما بسیار طویل است. ما گفتم نه نمیخوام اینجا دمی را بگو، به خاطر است که من در جای کن احلاتی تنها شیشتن نمیتونم دیگه. خیر است اینجا استاد هستم، بگو سوال دارم. استاد شده من این دخترک گفت که ما یک مشکل داریم، فامیل ما مرا گفته که همین سوال برو از استاد. مادرم گفتم، پدرم گفتم خوب است. چی مشکل دارید؟ گفت یک بچه خالیم است، این زندگی میکنه در لندن، درس میخوان در لندن. گفت اموج زندگی هم میکنن، فامیلشان هم هست و اموج رفته بودم لندن. گفت ایدم وادی درس خواندن که کدام دختر لندنی در پانتون آشنا شدن. بعد از آشنایی گفت دختر و این پسر میخواستن ازدواج بکنه. بازی بچه برش گفته که والا ما که تو ازدواج کردن نمیتونم، به خاطر اینکه که ما یک مشکل دارم. تا مشکل چیه؟ اگه فامیل ما بفهمه که تو یک دختر بیدین هستی یا نصرانی هستی یا کریستیان هستی یا لایک هستی یا مثلا چی هستی، در فامیل برای ما مشکل پیدا میشه. من نمیتونم که امرای تو ازدواج کنم. دختر گفته دین شما چی هسته؟ این بچه برش دین تشریح کرده که اسلام تو کلمه خوانده میشه، این تو حجاب باید بپوشی، اما چیزایی که سر یک دختر مسلمان هست همون رو برش تشریح کرده. این برش گفته گفت بسیار خوب است، گفت بسیار خوب است. ما از این برهنگی و سرلوچی و یا خسته شدیم، ما از این بیدینی و بد اخلاقی خسته شدیم. چقدر خوب است ما تو ازدواج کنیم. صحیح بفرمایید. گفت رفتیم در اسلامیک سنتر در لندن و کلمه خواندیم. همین ای دختر ما سند امضا کردن، بالاخره در اسلامیک سنتر هر دوشان ازدواج کردن. گفت ازدواج کردیم. بعد از ختم ازدواج ای دختر برای گفته که خیلی ما و شما همی مای اصل خوده می در وطن شما در افغانستان تیر میکنیم. من مادر تا ببینم، پدر تا ببینم، فامیل تا ببینم، خوشحالم میشم. سعی بردوی عزیزم میگه خیستن این دختر سعی از لندن آمد، حجاب کردگی، پوزش بستن، تنها چشمایش معلوم میشه. اول که میگه در خانه رسید سجده کرد، خسرو خدا دید که پیش صفحه دادم حاجی صاحب شیشتن و خوشی خدا دید که بی حاجی شیشتن، چادر بسیار کلان وام روی زیر بوسه کرد. وام از این خواهرم است، خواهرای مسیحی، مادرم است، پدرم است. میگه این قرار همینجا بود و ایدوا که روزانه